رسما در حدود ولایت ختلان چیدن پیسته 1 اوگوست شروع می شود. غیر قانونی جمع‌آوری پیسته و خام چیدن آن یک مشکل عمده خواجگیداران ختلانی است. 5 کیلو بیا خیلی فهمیده من نمیام. دیگه برام اومدم کری. نه تو ما اومدی پول. برا پول تو. نه زام قانون است خدمت. بباش. ملکیت ما. آخه گفتن در کاربرین و بالا گفتن در کار که این طرف نیو. همه آدم ترویکاری پرس. همین پرسیده او. آخه تو در کجا میگری؟ من نمیدونم همین چیزا. چی در کی باید حجت داشت باشه کی ایجاد نداره باید تو در تن حجت داشت باشه. آخه همونجا نویستگ نمی obstetriler پول نمبر نویستگ امضا کرد امضا کردیم تمام نمیخواد چی کردیم همه هم خیلی کردیم قانونی سعید طریق قانونیش نیست. کار امروزه ظهوربک یک جنگلبان در وادی وخش از بازداشت این مرد آغاز یافت. با وجود چند بار تاکید شدنش بر صادری عمل غیرقانونی نمیخواهد تن دهد. در ختلان 58,000 گکتار پیسته‌زار است و آنها به خواجگی جنگل این ولایت تعلق دارند. این زمین ها به اجاره‌کاران تقسیم شدند که آنها در نوبت خود با شرطنامه ساکنان محلی را برای جمع آوری پیسته جلب می نمایند. میم بریخه گشترنک جار میمونه کتا میمونه میگردی. سعید بیگ بابابکوف از نفران است که اجازت رسمی برای جمع آوری پیسته دارد. او چون صدها جوان محلی برای تأمین غذای عائله صبح تا شام در این میدانهای فراخ زحمت میکشد. اساساً در دهات بایگری اساسی خلق همین پیسته است و دیگر دیگه خیلی جای کار نیست که خلق برای کار کند. همین جای بایگری اساسی این پیسته همه خونه هست. در هر روز ساعت 6 میبرن در جنگل جمعوری حاصل پیسته نه. البته ساعت 12 برگه میرن و بعد بیاد بعضیش میاد و پیسته میشه تا بگه. اجاره‌کاران برای حفظ ثروت خود مجبورند این روزها بیشتر جنگلبان‌ها را کرایه نمایند. اهالی زیاد شده است. با هر راه گوناگون شهروندان به داخل جنگل آمده حاصل پیسته را به طرز پنهانی میچینند. حتی شبانه حالت‌هایی هست که ما در رفت بعضی ریدهامون دیدیم که شبانه بعد ساعت 10-22 شب تا ساعت 2-3 پگاهی شبانه شهروندان داخل جنگل آمده پنهانی حاصل پیسته میچینند. در 6 ماه اخیر 360 سند به مبلغ 79,432 سامانی ترتیب داده شده است. احمد شریفوف ساکن سنگتوده است و برای ویران کردن مقررات 500 سامانی جریمه خواهد شد. نام نویس امضا کردیم نمیدونم کی امضا کرد؟ ذکیر اینم خواجگی جنگل دارد؟ نه خواجگی در پاس جنگلبان. چون این به نظر می رسد که بستن جریمه در این حالتها نه همیشه چاره کار است. سبب قانون ویران کنی به گفت اجاره‌کاران دیگر است و اصلاح آن وضع را تغییر خواهد داد. در کوهستان نسبت دیگر بیکاری بسیار است. در دوره شوروی که فرض کردن قانون گذاری سخت بود و جای کار بند همه آدم جای کار می رسید نفران به جای کار خود مسئول بودند. جنگل از خامچینی امین بود. به قول مقامات جنگل ولایت ختلان میدان‌های پیسته وسیع بوده محافظت آن دشوار است. جاهایی که مخصوصا حاصل نفتی سر کم ترک بلنده همونجا را مستحکم کرده جنگلبان‌ها را بسیارتر موندگیم غیرشتتی را موندگیم مستحکم کرده که نگاه بین کنیم قضانده برچینیم. با وجود این همه تاکید همان پیسته خام چیده می شود. جز این برای هضم نهال آن را نیز می برند که یکی از مشکلات دیگر است. تورق میزنن و با می پرتن میگریزن این گپتون راسته با او را ما مجازات قپیده نمیتونیم چخیل بگیم معین کردن نمیتونیم شخصیتاشون همون سند میگیریم شخصی نامعلوم گفته میمونه. خام چیدن پیسته را در حدود ولایت ختلان به قول اجاره‌کاران تاجران افغان معمول کردند. وقتی که مردم دید که همون نفرها پیسته خام میچینند با همه پوست و با همون چیزی که در داخلش هست همون خیلی میبرند مردم همین حالت ها رو دیده به همون افتاده شد و فکر نکردن که در آینده همین یک به طرز عنعنه میشد. همین طریق آیسته آیسته در بین 2-3 سال همین به طرز عنعنوی شد و پیسته خام در بین مردم چون یک معمولی شد هم پیسته خام رو چینده با همون بردن. پیسته که رسیده است در بازار از 50 تا 100 سامانی نرخ دارد. به قول اجاره‌کاران تاجران از خامچینی پیسته منفعت برند
چون که پیسته خام را با نرخ ارزان میخرند و گران میفروشند. بر طبق معلومات مقامات پیسته‌ای که در تاجیکستان میروید به سبب خوش‌طبعی‌اش در بازار رقابت پذیر است. خام چیدن آن دو پیامد ناخوش دارد که متخصصان به آن اشارت میکنند. اولا پیسته بی صفت به بازار وارد می شود و ثانیاً تجارت غیر قانونی آن رواج می یابد. هر دو هم پیش از همه به کیسه پیسته پروران ضربه می زند.